روز 2 اپریل سال 2024 در مرکز شهر استانبول ترکیه کلوب شبانه مسکرات یکی از قدیمترین کلوب‌های شبانه این شهر به کام آتش رفت. در نتیجه دست کم 29 نفر به هلاکت رسیده، حدود 20 تن دیگر جراحت برداشتند. اکثر هلاک شدگان و زخمیان کارگرانی اند که برای ترمیم بنای کلوب دعوت شده بودند. خود کلوب شبانه این شب و روز به دلیل ماه برای مسلمانان مقدس رمضان بسته بود. در رابطه با این حادثه 8 نفر از جمله مدیر کلوب شبانه و 4 نفر مسئول ترمیم بنا بازداشت شدند، ولی معلوم نیست که بعضی آنها چه عیبی اعلام شده است. بنا به خبرات ترکش روز 2 اپریل نزدیکی ساعت 13 در تاخانه بنای 16 قبده در کوچه گنون اوغلو در محله اسنتپه در نویه بشکتاش شهر استانبول رخ داده. سپس به سوختور پیچید. آتش 2 قبت زیر زمینی بنا که کلوب شبانه مسکرات جایگیر شده بود و آنجا ترمیم می رفت فرا گرفته است. بنا به ارزیابی اولیه ترکش در پهلوی صحنه کلوب شبانه رخ داده است. برای فرو نشاندن آتش 86 سوختور نشان و 31 ماشین سوختور نشانی سفربر گردیده. پلیس کوچه های اطراف را موقتا مسدود کرده بود. علت ترکش و سوختار در کلوب شبانه هنوز دقیق کرده نشده است. دادستانی استانبول به تحقیق حادثه شروع کرده 8 نفر را الکی دستگیر کردند. وزیر عدلیه ترکیه الماس تونچ گفت برای تحقیق حادثه 3 دادستانی تعیین کرده شدند. شهردار استانبول اکرم اماموغلو به جای حادثه آمده به نزدیکان هلاک شدگان اظهار همدردی و وعده کمک کرد. والی استان استانبول داوود گل به ژورنالیستان خبر داد که کلوب شبانه مسکرات از سال 1987 به این طرف فعالیت دارد و سال 2019 اجازتنامه فعالیت این کلوب را دیگر باره تمدید کرده بودند. بنا به خبرها درباره این حادثه فاجعه‌ای پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان را نیز در جریان گذاشتند و او تحقیق این قضیه را زیر نظارت خود گرفت.